آدمو دل میبندن به شب، به روز، به یه لحظه خاص که شاید هیچ وقت نرسه. به چیزهایی تکیه میکنن که معلوم نیست واقعا وجود دارن یا فقط ساخته امیدن. بعضی‌ها یه شب کاملا معمولی به آرزوشون میرسن، بی هیچ نشونه‌ای. بعضی‌ها اما شب‌های زیادی رو میگذرونن، با آرزو زندگی میکنن و آخرش فقط با حس نرسیدن تنها میمونن. اون وقته که آدم از همین زندگی ساده خسته میشه، فاصله میگیره، چون سقف آرزویی که براش زندگی کرده بوده بی صدا روی شونش خراب شده. شاید بهتره زندگی رو معطل شبهایی نکنیم که اسم دارن. زندگی همین امروز بی ادعاست که نباید قربانی انتظار بشه.